چهارشنبه 19 آبان 1402 هست. تقریبا یک ماه از جنگ حماس و اسرائیل می‌گذرد. ما بحث‌هایی رو با هم داشتیم در دوره‌های گذشته، در روزهای گذشته‌ای که از این جنگ گذشته است. یک چند تحول عمده در یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد که باید اینها رو با هم مرور بکنیم. دو سه روز گذشته بود که وزیر میراث کابینه امنیتی اسرائیل اعلام کرد در گفتگوی با یک رادیوی در اسرائیل که باید نوار غزه رو بمباران کرد و بساط حماس رو کلاً برچید، که البته این به گونه‌ای مسئله تند بود که او رو از عضویت در کابینه موقتاً تعلیق کردند. خب این نشان دهنده همون موضوعی بود که قبلا هم بهش اشاره کردیم که در میان سیاستمداران اسرائیل کسانی هستند که با وجود اینکه نتانیاهو آدم راست افراطی به حساب می آید، باز در قیاس با اونها نتانیاهو آدمی هست که یه مقداری معتدل می شود او رو به حساب آورد. نکته دیگر این بود که دیروز دو اتفاق افتاد. یکی این که ارتش اسرائیل اعلام کرد و حتی حماس هم این مسئله رو به نوعی با ویدیوهایی که منتشر کرد تایید کرد که جنگ به نوعی در یه حالت بسیار نزدیکی قرار گرفته است و نیروهای اسرائیلی و حماس در فاصله چند متری هم قرار گرفته‌اند و ارتش اسرائیل یک ضرب العجل 4 ساعته‌ای هم تعیین کرد که بعضی از فلسطینی ها که در قسمت هایی بودن اینها به سرعت به یک قسمت که تعیین کرده بود عبور بکنن و با پرچم های سفید بخش هایی از اینها هم گفتن که انتقال پیدا کردند، عبور پیدا کردند و به نوعی ارتش اسرائیل اینجوری گزارش میکند به دلیل اینکه در خط مقدم جبهه آنچنان که گفته می شود هیچ گزارشگر مستقلی وجود ندارد. از خبرگزاری ها و شبکه های رادیو تلویزیونی خبرنگاری در اونجا نیست و حسب گزارش هایی هست که دو طرف درگیری میکنن و راستی آزمایی این مسئله خب محتاج یک امر دیگری هست. بنابراین ارتش اسرائیل گفت که ما به نوعی در حال تمام کردن کنترل خودمون بر غزه هستیم و به نوعی غزه به دو قسمت تقسیم می شود و ارتش اسرائیل در حال یکسره کردن این کار هست. و نکته بعدی این که نتانیاهو اعلام کرد دیروز که ما برای مدت قابل توجهی تصور میکنیم که مسئله امنیت در نوار غزه به عهده اسرائیل خواهد بود. خب این تحولات در کنار این که یک مسئله قابل توجه هم تلفات بسیار بالای غیر نظامیان که بیش از 10,000 در نوار غزه گزارش شده است، همچنین در آن سو در میان اسرائیلی ها هم در روزهای اولیه به خصوص غیر نظامیانی بودند که کشته و زخمی شدند و به اسارت گرفته شدند. این مسئله مورد توجه محافل نسبتاً مستقل بین المللی از جمله مجموعه های سازمان ملل متحد قرار گرفته است، به گونه‌ای که دو شب پیش بود که کارگزاری های وابسته به سازمان ملل متحد
در یک بیانیه جمعی اونهایی که کارشون به مسائل انسانی و بشردوستانه هست درخواست کردند که یک آتش بسی داده بشود برای کمک رسانی به مردم در نوار غزه و وضعیت انسانی بسیار ناگواری در نوار غزه در جریان هست که به نوعی محافل و وجدانهای بیطرف در غرب رو هم متأثر کرده است. پس مسائلی که الان به این جای قضیه رسیده است نشان می‌دهد که کار وارد یک مرحله حساسی شده است. طبعاً به نظر میرسد که حماس دیگه برای یک مدتی فعلا قدرت و موقعیت سابق رو نخواهد داشت و بازسازی قدرتش به اندازه‌ای که در گذشته داشته است بسیار زمانبر خواهد بود. البته اون چیزی که ادعا می شود از سوی اسرائیل و از سوی بعضی تحلیلگران این که اسرائیل حماس رو کاملا از بین ببرد هم یک امری هست که نه در مورد حماس نه در مورد هر جنبش دیگری به این اندازه نمی شود صادق انگاشته شود، به دلیل اینکه جنبش ها، عقیده ها، ایدئولوژی ها، اینها دوره های افول و فرازی و فرود و فرازی دارن. یه مدت هایی به حالت نهانی و به اصطلاح با قدرت پایین می روند و در یه مدتی باز ممکن است که مسیر رشد و زنده شدن دوباره رو طی بکنن. ولی به هر ترتیب حماس در این مسئله دچار آسیب‌های جدی شده است که به موقعیت سابق فعلا بر نمیگردد. خب نکات دیگری هم در این مسائل بود. رفت و آمدهای دیپلماتیک مقام‌های امریکایی و غربی به خصوص آنتونی بلینکن وزیر خارجه حکومت بایدن به منطقه که به صورت مکرر هم اتفاق افتاد و در پاره از اظهار نظرها هم گفته شد که اینها رفت و آمدهای دیپلماتیک بی حاصلی هست، به دلیل اینکه دولت امریکا بر این موضوع پافشاری می‌کند که آتش بسی نباید در کار باشد و به نوعی یک وقفه به معنای اینکه کمک‌های انسان دوستانه از گذرگاه‌هایی مثل گذرگاه رفح به نوار غزه برسد رو خواستار است. دولت امریکا اعلام می‌کند که اگر آتش بسی به حماس داده بشود دوباره یک 7 اکتبر تازه‌ای به وجود خواهد آورد. بنابراین این رفت و آمدها که به خصوص حتی مثل جاهایی مثل ترکیه هم انجام شد از سوی وزیر خارجه امریکا و در اونجا به نوعی با رفتارهای خاصی که اردوغان در دیپلماسی خودش دارد معاون استانداری در اون قسمت در استانبول به استقبال آنتونی بلینکن آمد که به نوعی خلاف شؤون دیپلماتیک انگاشته می شود و با خود اردوغان هم ملاقات نکرد بلینکن. اینها در مجموع مسائل قابل توجهی هست. خب بعضی ها این مسئله رو به میان آورده اند که با این اوضاع احوالی که در جریان هست باید دید که وضعیت غزه به چه ترتیبی هست. این یه سوال مهمی هست، یعنی در واقع آینده غزه دست کم در آینده نزدیک چه خواهد بود. یک مسئله این هست که خب دیگه اون نیروی اداره کننده‌ای که در نوار غزه بود، حالا ما از اون سوابقی که میان تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس بود و منجر به جدایی نوار غزه شد ما فعلا
کاری نداریم، در بحث‌های گذشته به اینها پرداختیم. فعلا به نظر میرسد که طبعا نیروی اداره کننده‌ای، تشکیلاتی مثل حماس در نوار غزه نخواهد بود تا یه مدت قابل پیش بینی که اوضاع اونجا رو اداره بکنن، نیروی مسلط بر اونجا باشد از جانب فلسطینی ها و حماس و جهاد اسلامی سرگرم بازسازی خودشون خواهند بود از این آسیب هایی که در این جنگ دیده اند و به صورت بیوقفه‌ای با بمباران های شدید هوایی و حملات زمینی اسرائیل به اونها وارد کرده است. خب حالا یه مسئله این هست که طبق صحبتی که نتانیاهو کرده است، مسئله امنیت رو شما اگر در نوار غزه بگیرید و فرض بر این بکنید که اسرائیل باید از این به بعد دیگه کنترل اوضاع امنیتی رو داشته باشد، به خصوص که گفته است که از گذرگاه رفح و جاهای دیگه نیروهای حماس میروند و تجدید قوا میکنن و بعد تجهیزات و اینها وارد میکنن و به اسرائیل حمله میکنن. پس مسئله امنیت رو اسرائیل علی‌الظاهر مصمم هست، به خصوص با وضعیتی که فعلا به وجود آمده است و اوضاع کابینه امنیتی و ائتلاف نیروهایی که در اونها راستها هم و راستای افراطی وزنه بیشتری در اختیار دارند و به اصطلاح کفه اونها میچربد. در این اوضاع و احوال مسئله امنیت در واقع گرفته می شود از نیروهای فلسطینی. خب این مسئله مهمی هست، یعنی اگر شما در یک جایی کنترل های امنیتی رو بسپرید به یک نیرویی، طبعا مسائل دیگر تحت شعاع و در پرتو اون دیدگاه ها و اقداماتی قرار می گیرد که اون نیرویی که کنترل امنیت رو در اختیار دارد می خواهد و به هر ترتیب این خیلی اثرات تعیین کننده‌ای میتواند داشته باشد، به دلیل اینکه فرض بکنید که اگر یه نیروی گذرگاه‌های ورودی، مواصلاتی و امثال اینها رو در کنترل دارد و بر اساس حتی همون قواعد مفروض کنترل میکند که مسئله خلاف امنیتی اتفاق نیفتد، او میتواند بر گمرک، بر اقتصاد، بر اجتماع، بر خیلی چیزهای دیگه، بر سیاست میتواند تأثیرگذار باشد و بنابراین این نکته بسیار مهمی هست و به نظر میرسد که اسرائیل یه چنین چیزی رو دنبال میکند و از اول هم در بحث‌های ما بود، یعنی اینکه اسرائیل بعد از اینکه این اتفاق افتاد انگار یک بهانه‌ای به دست آورد برای یک اهدافی که در سیاست خودش از قبل داشت، همچنان که مثلا ماجرای 11 سپتامبر که در امریکا اتفاق افتاد یک سناریوهایی در سیاست خارجی امریکا برای منطقه افغانستان و آسیای غربی و اینها بود که این بهانه کمک کرد به این که امریکا سیاست خارجی خودش رو به این ترتیب در دوره بوش پیاده بکند. اینجا هم یک سناریوهایی بالاخره دولت‌های حکومت‌های اسرائیل از گذشته داشتن که وقتی این اتفاق افتاد و حملات 7 اکتبر رخ داد، اینها از این بهانه استفاده کردن، این رو بهانه‌ای قرار دادن برای اینکه اون اهداف رو پیاده بکنن و یکی از مهمترین اون اهدافی که داشتن این بود که بتوانند مسائلی رو که در یک شرایطی واگذار کرده بودند به نیروهای فلسطینی اینها رو بگیرن. خب در دوره شارون و دوره اولمرت و حتی خود نتانیاهو اینها یک شرایطی بود که به نوعی اینها احساس می‌کردند که یک خورده امتیازهایی به فلسطینی ها دادن و این خورده امتیازها رو بعداً نیروهایی حتی همون وقت هم بودن منتها بعداً نیروهایی تحت شرایطی که مثل حملات فلسطینی ها و اینا اتفاق می افتاد گفتن که اینها نباید این امتیازات هم داده می شد و
خواهان بازپسگیری این امتیازات بودند و هستند. بنابراین اینها به نظر میرسد که محدوده نوار غزه رو که در اختیار فلسطینی ها هست میخواستن کاهش بدهند و به یک چنین چیزی دارن فعلا میرسن اگر تحول خاصی اتفاق نیفتد. مسئله دیگر این هست که اگر از مسئله امنیت بگذریم، خب مسائل روزمره و اداری و مدیریتی نوار غزه به چه شکل خواهد بود؟ یک گمان زنی هایی بعضی از تحلیلگران کردند که به دلیل رفت و آمدهای دیپلماتیکی که امریکایی ها و همسو با اونها کسانی از دولت مردان غربی داشتند، به جاهایی مثل قطر و ترکیه و کشورهای مثل عراق و اینها، امریکایی ها دنبال این هستند که به نوعی با هماهنگی که با اسرائیل دارند مسائل بشردوستانه و تغذیه و آب و غذا و اینها، بهداشت و اینها رو به نوعی با کمک کشورهای عربی مثل قطر که از حامیان اصلی حماس به لحاظ مالی به حساب می آید به نوعی تأمین بکنن. و حالا بعضی هم حدس زدن که این کمک می کند که در یه مدتی این قسمت ملحق بشود به همون تشکیلات خودگردان فلسطین و کرانه باختری رود اردن و تشکیلاتی که زیر نظر ابو مازن محمود عباس هست. من فکر می کنم که یک چنین چیزی در آینده نزدیک محتمل نیست، به دلیل اینکه در اسرائیل شاید این تصور باشد که یک کاسه کردن دوباره این مناطق به قدرت گرفتن تشکیلات خودگردان فلسطین منجر بشود و اونها با ابو مازن و محمود عباس هم خیلی بر روابط درستی ندارن و هر قدرتی که به قدرت فلسطینی ها اضافه بشود طبعا یک دیدگاه واقع گرایی در اونجا ممکن است باشد که این رو یک نطفه و زمینه‌ای و بذری تلقی بکند که در آینده باز همون مسائلی که در گذشته از درون تشکیلات خودگردان فلسطین به وجود آمد و انشعاب‌هایی به وجود آمد و بعد در اینجا تسلط رو حماس و جهاد اسلامی در واقع به دست آوردن، اینها دوباره اتفاق بیفتند. من فکر میکنم در همین حالت تکه پاره تا مدتی اونها سعی خواهند کرد. برنامهشون این هست که نگه دارن نوار غزه رو. و یه فرض دیگه هم که بعضی ها مطرح میکنن، میگویند که اون مقدمه‌ای بشود برای تشکیل دو دولت که خب امریکایی ها به خصوص دموکرات ها این رو اعلام میکردند و فرانسوی ها، بعضی کشورهای غربی دیگر، که یک دولت فلسطینی و یک دولت اسرائیلی در کنار هم تشکیل بشود بر اساس همون چیزایی که از ابتدا هم در مسائل مربوط به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و اینها آمده است. ولی باز این مسئله هم امر محتملی به نظر نمی رسد، به خصوص که شما ببینید یک بخش قضیه که در اینجا اسرائیل هست، یک طرف ماجرا اسرائیل هست، او باید این اختیارات رو واگذار بکند چون در اختیار دارد. الان در وضعیتی هست که تندروها درش دست بالا رو دارن و بعد از این که این تندروها احساس میکنن که این ضربات رو به حماس وارد کردن و اینجوری در واقع دست کم تبلیغات اونها نشان میدهد، اونها حاضر نیستن که امتیازی به این گستردگی رو واگذار بکنن و اجازه بدهن که یک دولت فلسطینی در اونجا تشکیل بشه. اینها همونایی هستن که مسئله شهرک سازی ها رو دنبال میکنن، یعنی هر جایی که یک زمینی پیدا میکنن در اونجا شهرکی میسازند و یهودیان رو از جاهای دیگه میآورن در اونجا ساکن میکنن و اینا پس طبعا کسانی نیستن که به اجازه این رو بدهند که یک دولت فلسطینی تشکیل بشود. خود نتانیاهو هم میبینیم که با چنین چیزی هیچ وقت بر سر مهر نبوده است.
و این مسئله هم یک امر نسبتا بعیدی به نظر میرسد. پس وضعیت تا یه مدتی این چنین هست، یعنی یک حالتی که حالا مسئله این است که اون امور اداری که در نوار غزه هست به چه شکل خواهد بود. یک فرض ممکن است به نظر میرسد که خب یک مثلا تشکیلات منتخبی باشد، این تشکیلات منتخب را هم به نظر میرسد که اجازه ندهند اسرائیلی ها، به دلیل اینکه خب در یک بافتی که حماس در قدرت بوده است و اداره اونجا رو داشته است، اگر اجازه این رو بدهند که یک انتخاباتی مثل شورای شهر و شورای منطقه و اینجور چیزها، انجمنی به وجود بیاد که مسئله نظارت بر اداره رو داشته باشد، طبعا دست کم بخش‌های از نیروهای حماس خواهند آمد در اون تشکیلات و اینا موافقش نیستن. البته در نوار غزه حالا به دلایل مختلفی اعتراض‌های هم علیه عمل کرده حماس بوده است، به این معنا نیست که در نوار غزه همه هم همسوی با حماس بودند، ولی یه چون این چیزی هم فعلا محتمل به نظر نمیرسد. بعید نیست که در حالتی که مسئله امنیت رو به صورت رسمی اسرائیلی ها پذیرفته باشند، اجازه بدهند که کمک های بشردوستانه تا مدتی بیاید تا اوضاع به یه وضعیتی برسد که به اصطلاح روشن‌تر بشود. هرچه که جلوتر برویم از این حالت اوضاع هوای گرگومیش خارج بشود، یه مقدار به اصطلاح چشمانداز مسئله، افق مسئله روشن‌تر بشود و ببینن که باید با این موضوع چه کار کرد. نکته دیگری که به نظر میرسد این هست که اسرائیل یک برنامه‌هایی در سر دارد برای سوریه و لبنان و اینها رو منتظر زمان مناسبش هست و در اتفاقاتی که بین حزب الله و اسرائیل در این مرزهای شمالی اسرائیل در جنوب لبنان در جریان بود و این راکت پراکنی ها و نمیدونم حملات حتی پهپادی و موشکی و اینهایی که به صورت محدود انجام میشد و دو طرف پاسخ هم رو میدادند، هر دو در بحث گذشته گفتم که مایل به بالا بردن سطح درگیری نیستند و هر کدام از اینها دیگری رو تهدید میکند که سطح درگیری اگر بالا ببرد با واکنش غیرقابل تصوری روبرو خواهد شد و به نوعی در مسئله سخنان سید حسن نصرالله هم یه چنین چیزی از درونش برمی آمد که من پیش از این گفتم. خب اما سوریه به نظر می رسد که در واقع زمینه آماده تری هست برای اینکه بخواهد اسرائیل تصفیه حساب‌های انجام بدهد، البته نه بلافاصله بعد از این قضیه. و نکته بعد در مورد حزب الله لبنان، پس اینها به نظر می رسد که منتظر یه زمان مناسبی هستند که این زمان ممکن است که خیلی طولانی نباشد و اگر بهانه لازم رو برای این کار پیدا بکنن بپردازن به این مسائل. اما در قسمت جنوب لبنان اینها به نظر می رسد که مسئله برای اسرائیل دشوار